نجواگر، نویسنده آلکس نورس. رمان زیبا و درخشان در ژانر معمایی و رازآلود. نشر نون با خوانش کورال، تهیه شده در شاهکار صوتی. فصل 11. آن شب مثل همیشه خوابیدن برایم سخت بود. روزگاری وقتی کتاب جدیدی منتشر می کردم به مراسم مختلفی می رفتم و گاه و بیگاه مراسم امضایی در شهرهای مختلف برگزار می کردم. بیشتر وقتها تنها بودم و شبها در اتاقهای ناآشنای هتل‌ها خوابم نمی برد و دلم برای خانواده‌ام تنگ می شد. همیشه خوابیدن بدون ربکا در کنارم برایم سخت بود. حالا برایم سخت‌تر هم بود، حالا که می دانستم که دیگر نمی توانم کنارش بخوابم. قبلا اگر دستم را به سمت سرد تخت هتل می بردم، حداقل می توانستم تصور کنم که ربکا هم همین کار را در خانه کرده است که ممکن است روح یکدیگر را حس کنیم. بعد از مرگش وقتی دستم را روی تختمان دراز می کردم، چیزی جز جای خالی و سرد رو تختی نبود. با خودم فکر کردم شاید خانه جدید و تخت جدید این احساس را عوض کند، اما این اتفاق نیفتاد. وقتی دستم را روی تخت خانه قدیمی دراز می کردم، حداقل می دانستم که روزی ربکا رویش خوابیده. برای مدت زیادی بیدار ماندم و به او فکر کردم و دلم تنگ شد. حتی اگر اسباب کشی به اینجا تصمیم درستی هم بود، به خوبی می دانستم که این تصمیم فاصله زیاد بین من و ربکا را زیادتر هم می کرد. حس جا گذاشتنش در آن خانه قدیمی وحشتناک بود. مدام روحش را در آن خانه تصور می کردم که از پنجره به بیرون خیره شده و از خودش می پرسد پس خانواده‌اش کجا رفتند؟ این فکر مرا یاد دوست خیالی جیک انداخت، همان دختر کوچولویی که کشیده بود. تمام تلاشم را کردم که از ذهنم دورش کنم و به جایش روی آرامشی تمرکز کنم که اینجا در فدربنک بود. دنیای بیرون پرده ها ساکت و ساکن بود. خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود و اینها به من اجازه دادند به خواب بروم، حداقل بعد از مدتی ناتوانی در خوابیدند. صدای شکستن شیشه. مادرم جیغ میزند. مردی فریاد میزند. بابایی! به خاطر کابوس گیج و منگ از خواب پریدم. فقط می دانستم که جیک صدایم کرده و باید کاری انجام دهم. با صدای بلند گفتم وایسا! سایه‌ای در انتهای تخت شروع به حرکت کرد و قلبم از حرکت ایستاد. به سرعت روی تخت نشستم. خدای من! جیک تویی؟ سایه کوچه‌ای از انتهای تخت نزدیکم آمد. برای لحظه‌ای اصلا مطمئن نبودم که جیک باشد، اما وقتی به اندازه کافی نزدیک آمد از حالت موهایش شناختمش، هرچند نمی‌توانستم چهره‌اش را ببینم. در تاریکی اتاق چهره‌اش مخفی شده بود. چی کار می‌کنی رفیق؟ قلبم هنوز تند میزد، هم به خاطر اتفاقی که حالا داشت میافتاد و هم به خاطر پسمانده‌های کابوسی که بیدارم کرده بود. هنوز که وقت بیدار شدن نشده بابا، حتی نزدیکشم نیست. بابایی میتونم امشب اینجا کنارت بخوابم؟ چی؟ تو
تا حالا چنین کاری نکرده بود. در واقع من و ربکا همیشه خیلی سفت و سخت روی این موضوع ایستاده بودیم و همان چند باری هم که خواسته بود درخواستش را رد کرده بودیم. فکر می‌کردیم اولین بار را که اجازه دهیم بعد تبدیل به عادت می‌شود. میدونی که نباید این کار رو بکنیم جیک، مگه نه؟ بابایی خواهش میکنم. حس کردم صدایش را از قصد آرام نگه داشته، انگار که ممکن بود کسی در اتاق دیگری صدایش را بشنود. گفتم چی شده بابا؟ بابایی یه صداهایی میشنوم. صدا؟ یه هیولا بیرون پنجره اتاقمه. در سکوت نشستم و به شعری فکر کردم که قبل از خوابش برایش گفته بودم، اما آن شعر درباره در بود. به هر حال امکان نداشت کسی بیرون پنجره‌اش باشد. هرچه باشد ما در طبقه بالا بودیم. خواب دیدی رفیق؟ سرش را در تاریکی به نشانه نفی تکان داد. بابایی بیدارم کرد. رفتم طرف پنجره و صدا بیشتر و بیشتر شد. میخواستم پرده رو بزنم کنار، اما خیلی ترسیدم. با خودم فکر کردم اگر این کار را میکردی اون وقت زمین تاریک و خالی اون ور خیابون رو میدیدی. اما آنقدر جدی به نظر میرسید که نتوانستم این حرف را به او بزنم. خیلی خوب. از تخت بیرون آمدم. خب پس بریم ببینیم چه خبره. بابایی نه بابایی. جیک من از هیولاها نمی ترسم. دنبالم به راه رو آمد و چراغ بالای پله ها را روشن کردم. وارد اتاق شدم اما چراغ را روشن نکردم و بعد به سمت پنجره رفتم. اگه چیزی اون بیرون باشه چی؟ گفتم که چیزی نیست. خب اگه باشه چی؟ اون وقت تکلیفشو خودم روشن میکنم. یعنی چی؟ یعنی با مشت میزنی توی صورتش؟ دقیقاً. اما چیزی اونجا نیست. با این حال آنقدری که محکم گفتم به حرفم اطمینان نداشتم. پرده های بسته ترسناک به نظر می رسیدند. برای لحظه گوش دادم اما چیزی برای شنیدن وجود نداشت و غیر ممکن بود کسی آن بیرون باشد. پرده را باز کردم. هیچ خبری نبود. فقط زاویه‌ای از مسیر باغ، خیابان خالی آن پشت و بعد هم زمین تاریک و گسترده‌ای بود که تا چشم کار می‌کرد ادامه داشت. روی شیشه پنجره بازتاب تاری از صورتم به من خیره شده بود، اما چیز دیگری نبود. انگار که کل دنیا برعکس من در خواب ناز فرو رفته بودند. دیدی؟ تمام تلاشم را کردم که صبورانه حرف بزنم. هیچ کس اینجا نیست. اما یکی بود بابایی. پرده را بستم و روی زمین زانو زدم. جیک بعضی وقتها خوابا میتونن خیلی واقعی به نظر برسن، اما این دلیل نمیشه که واقعی باشن. چجوری ممکنه کسی بیرون اتاق بوده باشه وقتی ما توی یه طبقه بالاتر از زمینیم؟ خب بابایی ممکنه از لوله شیروانی اومده باشه بالا. آمدم که جوابی بدهم، اما بعد بیرون خانه را تصور کردم. لوله شیروانی درست از کنار پنجره او می‌گذشت. فکر مسخره‌ای به ذهنم رسید. اگر در را ببندی و زنجیر پشتش را بیندازی تا هیولا نتواند داخل شود، آن وقت چه راهی برایش میماند جز بالا آمدن و پیدا کردن راهی دیگر؟ احمقانه بود. جیک هیچ کسی اون بیرون نیست بابا. بابایی میتونم امشب پیشت بخوابم؟ تو رو خدا. آهی کشیدم. الان معلوم بود که دیگر تنهایی خوابش نمیبرد و نمیشود هم که با او دعوا کرد. نمیتوانستم تشخیص بدهم کدام است و چه کار باید بکنم چه کار نکنم. به هر حال راحت تر این بود که تسلیم شوم. خیلی خوب، اما فقط برای امشب و زیادم تکون نمیخوری ها گفته باشم؟ ممنون بابایی.
کیف وسایل مهمش را برداشت و دنبالم آمد. قول میدم که زیاد تکون نخورم. باشه، ببینیم و تعریف کنیم، اما اگه تمام پتو رو کشیدی رو خودت چی؟ اون کار رو هم نمی کنم به خدا. چراغ‌های راهرو را خاموش کردم و به تخت رفتم. جیک هم رفت جایی که باید جای ربکا می بود. گفت بابایی وقتی اومدم پیشت داشتی کابوس می دیدی؟ صدای شکستن شیشه. مادرم جیغ می زند. مردی فریاد می زند. گفتم آره به نظرم. چی می دیدی بابایی؟ حالا تصویر خوابم کمی کم رنگ شده بود، اما این بیشتر از اینکه کابوس باشد خاطره بود. بچگی‌های من رفتن به سوی ورودی آشپزخانه کوچک خانه‌ای که در آن بزرگ شده بودم. در خوابم دیر وقت بود و صداهایی که از پایین می آمدند بیدارم کرده بودند. روی تختم مانده بودم. پتو را روی سرم کشیده بودم و از ترس قلبم تند می‌زد. سعی می‌کردم وانمود کنم همه چیز رو به راست، حتی با اینکه مطمئن بودم این گونه نیست. در نهایت به آرامی از پله‌ها پایین رفتم. نمی‌خواستم ببینم چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما به هر حال به سمتش کشیده می‌شدم. احساس کوچکی، ترس و بی‌قدرتی می‌کردم. یادم می‌آید که از راهروی تاریکی به سمت آشپزخانه روشن می‌رفتم. صداهایی از آن داخل بیرون می‌آمدند. مادرم با عصبانیت و خشم اما آرام حرف می‌زد، انگار که فکر می‌کرد من خوابم و سعی داشت مرا از فهمیدن این موضوع دور نگه دارد تا اذیت نشوم. اما صدای مرد بلند و بی‌توجه بود. حرف‌هایشان قاطی هم می‌شدند و نمی‌توانستم بفهمم هیچ کدامشان چه می‌گویند. فقط معلوم بود اوضاع بدی است و هر لحظه دارد بیشتر به نقطه اوجش می‌رسد، به سمت نقطه‌ای وحشتناک، ورودی آشپزخانه. درست وقتی بهش رسیدم که چهره مرد از خشم و نفرت سرخ شده بود و لیوانی را با تمام توانش به سمت مادرم پرتاب کرد. دیدم که تلاش کرد سرش را بدزدد، اما دیگر خیلی دیر شده بود. درست وقتی رسیدم که جیغ کشیدن مادرم را ببینم و بشنوم. آن آخرین باری بود که پدرم را دیدم. مال خیلی وقت پیش است، اما خاطرش هر از چندگاهی پیدایش می شود و راه خودش را به ذهنم پیدا می کند. به جیک گفتم کابوس‌های آدم بزرگ‌ها، شاید یه روز بهت گفتم، اما یه خواب بد بیشتر نبود بابا. اشکالی نداره چون آخرش به پایان خوش ختم شد. خب آخرش مگه چی شد؟ خب آخرش به تو رسید دیگه. به من؟ آره. دستی به موهایش کشیدم. و بعدش گرفتی خوابیدی. چشمانم را بستم و دوتایی در سکوت آنقدر ماندیم که فکر کردم به خواب رفته. دستم را دراز کردم و به آرامی روی پتویی گذاشتم که دورش بود، انگار که میخواستم خودم را مطمئن کنم که هنوز آنجاست. ما دوتا با هم هستیم، خانواده کوچک و زخمی من. جیک آرام گفت نجوا میکرد. چی؟ نجوا میکرد. صدایش آنقدر آرام و دور بود که فکر کردم دارد خواب می‌بیند. بابایی دم پنجره‌مو نجوا می‌کرد. فصل 12. باید عجله کنی.
در خواب جین کارتر این جمله را پشت تلفن برای پیت زمزمه کرده بود. صدایش آرام و مضطرب بود، انگار که داشت ترسناکترین جمله دنیا را میگفت، اما داشت انجامش میداد. بالاخره پشت میز دفترش نشسته بود. قلبش مثل گنجشک درون سینه‌اش تون تون می‌تپید. حین تحقیقات بارها و بارها با همسر فرانک کارتر حرف زده بود. به بیرون محل کارش رفته بود یا جوری تنظیم کرده بود که در پیاده‌روهای شلوغ کنارش در بیاید. همیشه مواظب بود تا هیچ جایی که ممکن بود شوهرش خبردار شود با او دیده نشود. انگار عملیات این بود تا یکی را تبدیل به جاسوس کند که زیاد هم دور از واقعیت نبود. جین در چندین مورد شاهد همسرش شده بود، از او دفاع کرده بود، اما از همان ملاقات اولشان برای پیت روشن بود که تمام اینها از ترس فرانک است. پیت برای این فکر دلایل محکمی هم داشت و به سختی تلاش کرده بود تا آن زن را با خودش همراه کند، تا قانعش کند که میتواند با او حرف دلش را بزند، تا حرفهایی را که زده بود پس بگیرد و حقیقت را درباره همسرش بیان کند. با من حرف بزن جین، بهت اطمینان میدم که فرانک کارتر دیگه نمیتونه به تو و پسرت آسیبی برسونه. و حالا به نظر می رسید این زن می خواهد روی حرف پیت حساب کند. در طول این سالها چنان ترسی به وجود جین کارتر نفوذ کرده بود که حتی حالا هم از پشت تلفن بدون حضور آن حرام لقمه در خانه زمزمه وار حرف می زد. شجاعت نترسیدن نیست، این را پیت به خوبی می دانست. ترس لازمه شجاعت است. با اینکه آدرنالینش بالا رفته بود، در حالی که حس می کرد پرونده پیش رویش بالاخره دارد بسته می شود، متوجه شجاعتی شد که پشت آن تماس بود. آن زن زمزمه وار ادامه داد: میذارم بیای تو، اما باید عجله کنی. اصلاً نمیدونم چقدر دیگه بیرون بمونه، فهمیدی؟ در واقع دیگر هرگز قرار نبود فرانک کارتر به آن خانه برگردد. تا 1 ساعت بعد پلیس و تیم تحقیقات از سر و کول آنجا بالا می رفتند و حکم بازداشت و پیدا کردن کارتر و ونش همه جا پخش می شد. اما در آن زمان پیت عجله کرد. رسیدنش به خانه آن زن 10 دقیقه بیشتر طول نکشید، اما این 10 دقیقه طولانی ترین 10 دقیقه زندگیش بود. حتی با وجود آماده باش نیروی کمکی وقتی رسید احساس وحشت و تنهایی می کرد. درست مثل کسی که در یک داستان افسانه‌ای در غیاب هیولا باب خانه‌اش گذاشته و ممکن است هیولا هر لحظه سر برسد. داخل خانه به دستان لرزان جین کارتر نگاه کرد که قفل در دیوار کاذب را با کلیدهایی که کش رفته بود باز کرد. کل خانه در سکوت محض فرو رفته بود و پیت حس می کرد سایه‌ای روی آنها سنگینی می کند. قفل در باز شد. حالا لطفاً عقب بایستین هر دوتاییتون. جین کارتر در میان آشپزخانه ایستاد و پسرش پشت پاهایش مخفی شد و پیت با آن دستی در را باز کرد که دستکش به دست داشت. نه! ناگهان بوی مانده گوشت فاسد شده فضا را پر کرد. نور چراغ قوه‌اش را به داخل تاباند و سپس آن تصویر کذایی 1 به 1 و به آرامی پیش رویش ظاهر شد. تصویر و احساساتی که گویی با نور فلش دوربین روشن شده بود. نه، هنوز آن اتفاق نیفتاده بود. در آن لحظه دستش را بلند کرد و چراغ قوه را روی دیوارها انداخت. همه سفید بودند، اما کارتر رویشان را تزیین کرده بود. در پایین نقاشی‌های ابتدایی از چمن‌هایی که رو به بالا بودند و پروانه‌های بچگانه‌ای که بالای این چمن به پرواز درآمده بودند. در نزدیکی‌های سقف تصویر کج و کوله و زرد رنگی بود که قرار بود مثلا خورشید باشد. چهره‌ای هم رویش بود که با چشمانی سیاه و بی‌حس به زمین پایین خیره شده بود.
پیت نگاهش را دنبال کرد و بالاخره چراغ قوه‌اش را پایین آورد. نفس کشیدن سخت شد. 3 ماه تمام دنبال این بچه‌ها گشته بود و با اینکه همیشه چنین نتیجه‌ای را انتظار می‌کشید هیچ وقت کاملا دست از امید نکشیده بود. اما همه آنها اینجا بودند، خوابیده به ترتیب در این تاریکی گرم. 4 جنازه‌ای که به طور همزمان هم واقعی و هم غیر واقعی به نظر می رسیدند. عروسک‌های واقعی که خراب شده بودند و حالا بی حرکت روی زمین مانده بودند. لباسهایشان دست نخورده باقی مانده بود، به جز تیشرتشان که روی صورتشان برگشته بود. شاید بدترین اتفاقی درباره این کابوس مشخص اتفاق افتاده بود این بود که در طول سالیان دراز آنقدر برایش آشنا شده بود که مزاحم خوابیدنش نشود. صدای زنگ ساعت بود که صبح روز بعد او را از خواب بیدار کرد. چند ثانیه روی تختش ماند. سعی کرد آرامشش را حفظ کند. تلاش برای نادیده گرفتن این خاطره مثل این بود که بخواهی مه را با دست پس بزنی، اما به خودش یادآوری کرد که به خاطر اتفاقات اخیر است که این کابوس ها دوباره سر و کلهشان پیدا شده و به مرور زمان محو خواهند شد. زنگ را خاموش کرد. با خودش فکر کرد بدنسازی، کاغذبازی، کارهای اداری، همان روتین همیشگی. دوش گرفت، لباس پوشید، وسایل باشگاهش را جمع کرد و وقتی پایین رفت تا قهوه و صبحانه سبکی برای خودش درست کند، خوابش کمرنگ شده بود و افکارش بیشتر تحت کنترل بودند. تمام اینها اختلالی جزئی و گذرا در زندگیش بودند. همین. کاملا قابل درک بود که دستکاری این خاطرات می توانست گذشته را برایش پررنگ کند، اما همه اینها به زودی رنگ می باختند. زندگی به شکل عادیش برمیگشت. همان موقع بود که صبحانه اش را برداشت، به پذیرایی رفت و چراغ قرمز چشمک زن روی گوشیش را دید. یک تماس از دست رفته داشت و پیغامی صوتی برای گوش دادن. در حالی که به آرامی غذایش را می جوید به پیغام گوش داد. به سختی غذا را قورت داد. گلویش گرفته بود. بعد از 2 ماه فرانک کارتر قبول کرده بود با او ملاقات کند. فصل 13. گفتم همینطور وایسا کنار دیوار، یک کم براز. نه، راست من. یک کم دیگه. همین خوبه. آها، حالا خوب شد. یه لبخند بهم بزن. آفرین. اولین روز مدرسه جدید جیک بود و من بیشتر از خود جیک استرس داشتم. چند بار کشوها را چک کردم تا مطمئن شوم آیا لباسها همه آماده‌اند و روی همه چی برچسب اسم خورده یا نه. کتاب‌ها و بطری آبش را داخل کیفش گذاشتم. باید خیلی چیزها را در نظر می گرفتم و دلم می خواست همه چیز برای او بی‌نقص و کامل باشد. بابایی میشه تکون بخورم دیگه؟ وایسا. همینطور که جیک پشت به دیوار خالی اتاق خوابش با لباس فرم مدرسه جدیدش ایستاده بود و همه وسایلش تمیز و نو به نظر می رسیدند و البته برچسب نام تقریبا همه چیز روی وسایلش بود، گوشیم را بالا گرفتم. لبخندش معصومانه و شیرین بود. در لباس فرم مدرسه‌اش شبیه آدم بزرگا شده بود، اما با این حال هنوز کوچک و آسیب پذیر می نمود. چند باری دکمه عکاسی را روی گوشیم فشردم. تموم. میشه ببینم بابایی؟ معلومه که میشه.
زانو زدم و روی شانه‌ام خم شدم تا عکسی را که گرفتم نشانش دهم. خوب به نظر میام بابایی. صدایش تعجب زده بود. گفتم عالی به نظر میای پسر. و همینطور هم بود. سعی کردم از این لحظه لذت ببرم، هرچند خوب میدانستم این لحظه با غم هم گره خورده، چون ربکا هم باید اینجا می بود مثل بیشتر پدر و مادرها. من و ربکا در روز اول مهد کودک جیک از او عکس گرفتیم، اما گوشیم را اخیراً عوض کردم و اوایل همین هفته بود که فهمیدم چه بلایی به سرم آمده. تمام عکس‌هایم از بین رفتند، برای همیشه نابود شدند. چیزی که بیشتر به زخمم نمک می‌پاشید این بود که گوشی ربکا را داشتم، اما با اینکه عکس‌ها داخل آن گوشی هم بودند، گوشیش فقط با اثر انگشت خودش باز می‌شد. از روی استیصال 1 دقیقه تمام به گوشیش خیره ماندم. به حقیقت تلخ این موقعیت فکر کردم. ربکا رفته بود و این یعنی تمام آن خاطرات را هم با خودش برده بود. سعی کردم خودم را قانع کنم که مهم نیست، که این هم فقط شوخی تلخی است که حس فقدان و ناراحتی سر من آورده. یک شوخی که در مقایسه با باقی اتفاقات اصلاً چیز بزرگی هم نبود، اما خیلی درد داشت، مثل شکستی دیگر برای من بود. قرار کلی عکس بگیریم، بیا رفیق. قبل از رفتن از عکس‌ها نسخه پشتیبان گرفتم. مدرسه ابتدایی روسترز مجتمع کم ارتفاع و وسیع بود که با میله‌های آهنی از خیابان جدا شده بود. بخش اصلی بنا قدیمی و زیبا بود. ساختمان 1 طبقه‌ای با سقف‌های مثلثی بسیار. روی سنگ سیاه بالای سر در 2 ورودی جداگانه حک شده بود پسران و دختران. هرچند نشانهایی که معلوم بود جدیدترند مشخص می‌کردند که این جداسازی مربوط به دوره ملکه ویکتوریا حالا مقاطع تحصیلی را از هم جدا می‌کنند. قبل از ثبت نام جیک دور اطراف را دیده بودم. داخل تالار بزرگی با کف چوبی و صیقلی قرار داشت که نقش بخش مرکزی کلاس‌های دور اطرافش را بازی می‌کرد. بین درها و دیوارها پر بود از جای دستان کوچک با رنگ‌های مختلف که اثر دست دانش آموزان برگزیده سابق بود. تاریخ تحصیلشان هم زیرشان نوشته شده بود. من و جک دم میله ها ایستادیم. نظرت چیه؟ گفت نمیدونم بابایی. ملامت کردنش برای اینکه نمیدانست سخت بود. زمین بازی پشت میله ها پر بود از بچه ها در کنار پدر و مادرهایی که گروه گروه دور هم جمع شده بودند. اولین روز مدرسه در سال جدید بود، اما اینجا همه از بچه ها بگیر تا بزرگسالان گویی یکدیگر را از سالهای قبل می شناختند و من و جیک با همه به جز خودمان غریبه بودیم. مدرسه قبلیش بزرگتر بود و آدم‌ها هم کمتر یکدیگر را می‌شناختند. اینجا همه با همدیگر جوری خوب بودند که تصور کردن اینکه ما روزی دیگر غریبه و خارجی به حساب نیاییم غیر ممکن به نظر می‌آمد. خدایا امیدوارم او با جمعشان جور شود. گفتم زود باش، بیا شجاع باشیم. بابایی من که مشکلی ندارم. من داشتم در مورد خودم حرف می زدم. شوخی بود، اما نصف یک شوخی. 5 دقیقه مانده بود تا درها باز شوند و می دانستم باید تلاش کنم تا با والدین دیگر ارتباط برقرار کنم و رابطه های خودم را پیدا کنم، اما به جای این کار به میله ها تکیه دادم و منتظر شدم. جی کنارم ایستاد. کمی داشت لبش را می گزید. باقی بچه ها را نگاه کردم که این سو و آن سو می دویدند و ته دلم آرزو کردم جیک هم می رفت و برای بازی کردن با بقیه تلاشی می کرد. به خودم گفتم بذار خودش باشه. همین باید کافی باشه، نه؟ در نهایت در باز شد و معلم جدید جیک لبخند زنان بیرون در ایستاد.
بچه‌ها شروع کردند به صف بستن. کیف‌ها چرخ می‌خوردند. از آنجایی که برای همه بچه‌های اینجا اولین روز مدرسه بود، بیشتر کیف‌ها خالی بودند، اما کیف جیک خالی نبود. مثل همیشه اصرار کرده بود کیف وسایل مهمش را با خودش بیاورد. کیف و بطری آبش را به او دادم. مواظبش هستی دیگه، مگه نه؟ آره بابایی. خدایا، امیدوار بودم بتواند خوب ازش نگهداری کند. فکر گم کردنش برای من هم به اندازه او غیر قابل تحمل بود. اما این برای پسرم به مثابه پتویی بود که با آن راحت بود و بدون آن خوابش نمی برد و امکان نداشت خانه را بدون آن ترک کند. داشت به سمت صف بچه ها می رفت. به آرامی خطاب به او گفتم: دوست دارم جیک. منم دوست دارم بابایی. همانجا ایستادم تا اینکه وارد ساختمان شد. امیدوار بودم برگردد و دستی تکان دهد، اما این کار را نکرد. به نظرم نشانه خوبی بود، نشانه وابسته نبودن. نشان میداد از روزی که پیش رویش هست نمی ترسد و نیازی به چنین اطمینان خاطری ندارد. کاش می توانستم درباره خودم هم همین حرف را بزنم. خواهش میکنم روز خوبی بمون. تازه وارد؟ نه؟ ببخشید. برگشتم و زنی را دیدم که کنارم ایستاده. با اینکه روز نسبتاً گرمی بود، کت بلند و تیره‌ای به تن داشت و دستانش را جوری در جیبش فرو کرده بود که انگار آماده بادی زمستانی است. موهای مشکی رنگش تا شانه‌اش بود. قیافه‌اش کمی خوشحال به نظر می رسید. تازه وارد؟ گفتم منظورت جیکه؟ اون پسرمه. آره. راستش بیشتر منظورم جفتتون بود. نگران به نظر می رسی. واقعیتش رو بخوای مطمئنم مشکلی براش پیش نمیاد. آره منم مطمئنم. حتی پشت سرش رو هم نگاه نکرد. پسر منم خیلی وقت پیش دیگه این کار رو نکرد. در واقع هر روز صبح که به زمین بازی می رسیدیم دیگه اصلا انگار که من وجود خارجی دارم. اولش یه ذره دل آدم میشکنه ها، اما بعد بهش عادت میکنی. خب بهش فکر نکن، چیز زیاد بدی هم نیست. شانه هایش را بالا انداخت. به هر حال من کارن هستم. آدام هم اسم پسرمه. گفتم تام. منم تامم. از آشنایی باهات خوشحالم. کارن و آدام. باید این اسمهای جدید رو یاد بگیرم. لبخندی زد. یکم طول میکشه، اما مطمئنم برای جیک مشکلی پیش نمیاد. رفتم به جای جدید سخته، اما این مدرسه بچهای خیلی خوبی داره. آدم هم نیمه های پارسال اومد اینجا. مدرسه خوبیه، خیال تخت. همینطور که به سمت در میرفت سعی کردم اسامی جدید را به خاطر بسپارم. کارن، آدام. مهربان به نظر می رسید و من هم باید تلاش می کردم. شاید برخلاف تمام احتمالات واقعا می توانستم تبدیل به یکی از این آدم ها شوم که با پدر مادرهای دور زمین بازی حرف هم می زنند. گوشیم را درآوردم و در راه کوتاه تا خانه هدفونم را در گوشم قرار دادم. حالا چیز دیگری باعث عصبی شدنم بود. وقتی ربکا فوت شد 1/3 کتاب جدیدم را نوشته بودم و در حالی که بعضی نویسنده ها از این فرصت استفاده می کنند خودشان را در کارشان غرق می کنند و به آن به شکل حواس پرتی نگاه می کنند. من از آن موقع حتی آن کلمات را نگاه هم نکرده بودم. حالا برای موضوعی که رویش کار می کردم هیچ ایده‌ای نداشتم و فکر کردم باید کلش را رها کنم و بگذارم تا روی هارد کامپیوتر به عنوان اثری ناتمام خاک بخورد. در این صورت باید از چه چیزی می نوشتم؟ در خانه کامپیوترم را روشن کردم. یک صفحه خالی نرم افزار را باز کردم و به نام ایده های بعد ذخیره‌اش کردم. همیشه برای شروع این کار را می کردم. نوعی اعتراف بود برای روزهای اولیه کارم و باعث می شد بخشی از فشار روانی از رویم برداشته شود. بعد از آنجایی که فکر می کردم قهوه درست کردن، وقت تلف کردن، نیز رفتم آشپزخانه و کتری را گذاشتم تا
آبش به جوش آید. بعد به پیشخوان تکیه دادم و از پنجره به سمت باغچه بیرون خیره شدم. مردی آن بیرون ایستاده بود. پشتش به من بود و به نظر می رسید دارد با قفل در پارکینگ ور می رود. این دیگه داره چه غلطی می کنه؟ زدم به شیشه. مرد از سر جایش پرید و به سرعت برگشت. در دهه ششم زندگیش به نظر می رسید. قدش کوتاه و چاق بود، موهایش ریخته بود و آن 4 تر مویی هم که داشت خاکستری شده بودند. کت و شلوار مرتبی به تن داشت و رویش اوورکوتی خاکستری پوشیده بود با شال گردن. از لحاظ ظاهر به نظر می رسید تفاوتش با آن دزدهایی که همیشه تصور می کردم از زمین تا آسمان است. با دست و چهره‌ام اشاره کردم چه غلطی دارد می کند. برای لحظه‌ای به من خیره ماند. به نظر می آمد شوکه شده. بعد برگشت و خیلی سریع به سمت راه ورودی خانه آمد. برای لحظه‌ای خشکم زد. هنوز چیزی را که دیده بودم باور نمی کردم. بعد رفتم تا با این مرد روبرو شوم و بفهمم واقعا چه کاری دارد. وقتی به در رسیدم زنگ به صدا درآمد. فصل 14. در را خیلی سریع باز کردم و دیدم آن مرد روی پله‌های بیرون ایستاده و قیافه شرمساری به خود گرفته است. از نزدیک کوتاه‌قدتر از آن چیزی بود که از پنجره به نظر می آمد. خیلی رسمی و کاملا هماهنگ با آن کت و شلوار از مد افتاده خود گفت: خیلی متاسفم که مصدق اوقاتتون شدم. نمیدونستم کسی خونه هست یا خیره. با خودم فکر کردم خب قطعاً یکی از راه‌های مشخص که میشه فهمید کسی خونه هست یا نه زنگ در خونه لعنتی دیگه. متوجهم. دستانم را روی سینه‌ام گره زدم. ببینم چه کاری از دستم برمیاد تا براتون انجام بدم. مرد با ناراحتی این پا و آن پا کرد. خب این درخواست کمی غیر متعارفه، خودم باید اعتراف کنم، اما مسئله اینه که این خونه در واقع همونیه که من توش بزرگ شدم. متوجه این؟ مشخصه که منظورم خیلی سال پیشه، اما خاطرات خوبی ازش دارم. تو ذهنم حک شده. حرفش را قطع کرد. گفتم خب. بعد منتظر شدم تا ادامه دهد، اما همینطور آنجا ایستاد، متوقع، انگار که همینطوری هم به اندازه کافی اطلاعات داده است. موقعیت عجیب یا شاید حتی بگویم بی‌ادبانه به نظر می رسید که مجبورش کنم باقی ماجرا را بگوید. بعد از لحظه‌ای دوزاریم افتاد. خب منظورتون اینه که میخواین بیاین داخل و نگاهی به اطراف بندازین، درسته؟ با حالتی متشکر سرش را به نشانه تایید تکان داد. موقعیت عجیبیه میدونم، اما بی‌نهایت ممنون میشم بتونم این کار رو انجام بدم. این خونه خاطرات خاصی برای بنده داره، میدونین؟ باز لحنش آنقدر رسمی بود که نزدیک بود خنده هم بگیرد، اما جلوی خودم را گرفتم چون آوردن این مرد به خانه حسابی عصبی هم میکرد. آنقدر درست و حسابی لباس پوشیده بود و رفتارش به شکل مؤدبانه‌ای بود که حس میکردم تمام این اتفاقات نوعی نقشه است. جثه‌اش آنقدر نبود که بتواند تهدیدی فیزیکی محسوب شود، اما می توانستم به راحتی تصورش کنم که با چاقو به جان کسی افتاده و حین وارد کردن ضربات صاف به چشمان قربانی‌اش سر زده و لبش را خیس می کند. متاسفانه امکان پذیر نیست.
رفتار شسترفته او به سرعت رخت بربست و رگه‌ای از عصبانیت در چهره‌اش نمایان شد. هر کسی که بود مشخص بود عادت دارد هر چیزی را بخواهد به دست آورد. گفت چقدر حیف. اون وقت میتونم بپرسم چرا؟ یه دلیلش اینه که ما تازه جابجا شدیم و کارتونا رو هنوز باز نکردیم. لبخندی زورکی زد. متوجهم، پس شاید بعداً بتونم بیام، نه؟ خب نه، چون من زیاد خوشم نمیاد آدمایی که نمیشناسم به خونم راه بدم. متوجه این که این واقعا خیلی ناامید کننده است. ببینم چرا داشتی سعی میکردی وارد پارکینگم بشی؟ من همچین کاری نمیکردم. قدمی به عقب برداشت انگار که بهش برخورده باشد. من فقط داشتم تلاش میکردم ببینم میتونم پیداتون کنم یا نه. چجوری؟ داخل قفل پارکینگ؟ نمیدونم شما چی دیدین، اما نه. سرش را با ناراحتی تکان داد. الان میبینم که این کارم اشتباه بوده، که مایه تأسفه. واقعا چقدر حیف. شاید بعدا نظرتون عوض شه. نمیشه. پس ببخشید که مزاحم شدم. برگشت و به سمت مسیر منتهی به خیابان حرکت کرد. دنبالش رفتم. یاد نامه‌های افتادم که به دستم رسیده بود. شما آقای بارنتی؟ لحظه ای مکث کرد. بعد چرخید و نگاهی به من انداخت. سر جایم متوقف شدم. حالا حالت چهره‌ام کاملا متفاوت بود. چشمانش کاملا خالی از هر چیزی بودند. برخلاف اختلاف جثه‌مان فکر کردم اگر همین الان قدمی به سمتم بردارد فرار می‌کنم. گفت متاسفانه اشتباه گرفتید آقا. خداحافظ. بعد به سمت خیابان حرکت کرد و بدون کلامی راهش را گرفت و رفت. دوباره به دنبالش رفتم، اما در پیاده رو ایستادم. مطمئن نبودم باز هم به تعقیبش ادامه دهم یا نه. برخلاف گرمایی که خورشید ساطع می‌کرد کمی به خودم لرزیدم. آنقدر درگیر داخل خانه بودم که وقت نکرده بودم نگاهی به پارکینگ بیاندازم. مطمئناً دلچسب‌ترین بخش این ملک نبود. 2 در آهنی آبی و شیاردار که به سختی با هم چفت شده بودند، دیوارهای خاکستری و پنجره‌ای ترک برداشته در کنار درها. در پایینش چمنهای بلندی رشد کرده بودند و مثل پیرمرد مست و نامتعادلی که روی زانوهایش افتاده و سعی دارد کاملاً به زمین نیفتد، پشت خانه را پر کرده بودند. درها با قفلی به هم وصل شده بودند، اما کارمند معاملات ملکی کلیدش را به من داده بود. همینطور که قفل و در را باز می کردم، صدای برخورد و کشیده شدن آهن روی زمین به هوا بلند شد. موقع وارد شدن کمی سرم را خم کردم. با ناباوری نگاهی به اطراف انداختم، جایی که پر بود از آتش‌غال. بعد از اولین بازدید خانم شیرینگ خانه را خالی کرده بود. فکر کردم از شرکت‌های باربری کارگر گرفته و وسایل و مبلمان قدیمی را برده. حالا مشخص شد که اصلا دلش نخواسته چنین هزینه‌ای هم کند و تمام آن وسایل اینجا بودند و بوی خاک و کثیفی می‌دادند. یک ردیف کارتون در وسط بود و چنان روی هم گذاشته شده بودند که وزنشان کارتون‌های زیر را حسابی کج و کوله کرده بود. میزها و صندلی‌های قدیمی مثل تکه‌های پازلی چوبی در دل هم گذاشته شده بودند و یک طرف را اشغال کرده بودند. تشکی قدیمی به دیوار عقب تکیه داده شده بود. رد چای روی پارچه‌اش چنان جایی گذاشته بود که شبیه نقشه دنیای غریبه بود. بوی باربیکیوی سوخته را از یک طرف در می‌شنیدم. یک مشت برگ قهوه‌ای هم دور دیوار بود. با احتیاط قوطی رنگی را که گوشه پارکینگ بود جابجا کردم و با بزرگترین عنکبوتی روبرو شدم که به عمرم دیده بودم. این موجود فقط سر جایش تکان ریزی خورد. اصلا انگار حضورم کوچکترین اهمیتی برایش نداشت.
همینطور که دور و اطراف را نگاه کردم با خودم گفتم خب خیلی ممنون خانم شرینگ. جای زیادی برای تکان خوردن وجود نداشت، اما به سمت کارتون ها رفتم و بالایی را باز کردم. کارتون نم برداشته بود و وقتی داخلش را دیدم پر بود از وسایل تزیینی کریسمس. رشته‌های براق کریسمسی، گوی‌های آویز و چیزی شبیه به زیورآلات در بالایشان قرار داشت. یکی از این زیورآلات پرواز کرد و به صورتم خورد. وای خدای من! نزدیک بود تا دلم را از دست بدهم. یک پایم هم روی برگ‌های پشت سرم لیز خورد و دستانم جلوی چشمانم در هوا بی اراده تکان خوردند. آن چیز به سمت سقف رفت، چرخی زد و بعد به سمت پنجره فرود آمد و پشت سر هم خودش را به آن زد. تق 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 تق. ضربه های آرام. پروانه بود. متوجه شدم نه از آنهایی که بشناسم. البته باید اعتراف کنم که دانش من درباره نژاد پروانه ها به دو گونه پروانه های سفید باقی و پوستلاک پشتی محدود می شد. با احتیاط به کنار پنجره رفتم. پروانه هنوز خودش را به شیشه میزد. چند ثانیه نگاهش کردم تا اینکه به نظر رسید فهمید راه خروجی ندارد و روی پایه کثیفی نشست و بالهایش را بست. این پروانه به بزرگی عنکبوت پشت سرم نبود، اما برخلاف ظاهر زشت و تیره عنکبوت رنگ‌های خیره کننده‌ای داشت. خطهای زرد و سبز روی بالهایش بازی می‌کردند و نوک این خطها به رنگ بنفش در آمده بود. زیبا بود. برگشتم سراغ کارتون ها. دوباره نگاهی انداختم و ستای دیگر را دیدم که روی رشته های تزیینی جا خوش کرده بودند. اینها جم نمی‌خوردند. گفتم شاید مرده باشند، اما وقتی از نزدیک بررسی کردم یکی دیگر را پایین کارتون دیدم که بالهایش به آرامی نفس کشیدن تکان می‌خورد. اصلا نمی‌دانستم که آنها چند وقت است اینجا هستند یا اصلاً چرخه زندگیشان چگونه است، اما به نظر نمی آمد امید زیادی برای ادامه زندگیشان وجود داشته باشد. در نهایت ممکن بود خوراک عنکبوت شوند. احساس کردم باید این چرخه زندگی را تغییر دهم. بخشی از بالای کارتون را پاره کردم. تلاش کردم آنها را با دستم به سمت در هدایت کنم. پروانه ها اصلا از این موضوع خوشحال نشدند و همکاری نکردند. تصمیم گرفتم همانی را که کنار پنجره بود نجات دهم، اما او هم به اندازه باقیشان کله شق بود. برخلاف هیکلشان از نزدیک خیلی ظریف به نظر می آمدند و احساس کردم با کوچکترین لمسی تبدیل به پودر می شوند و اصلا دلم نمی خواست پودرشان کنم. برای همین بیخیال شدم. خب بچه ها. کارتون را پایین گذاشتم و دستم را به شلوار جینم کشیدم. من تلاش خودم را کردم. دیگه خودتون می دونین. دلیلی نبود که بیشتر از این در پارکینگ بمانم. همینی بود که بود. حالا باید تمیز کردنش را به لیست بلند کارهایم اضافه می کردم. اما حداقل کاری ضروری به نظر نمی رسید. چه چیزی در این پارکینگ بود که آنقدر نظر آن پیرمرد را جلب کرده بود؟ مشخص بود که آت آشغال است، اما حالا که آن ملاقات کمی در ذهنم محو شده بود، با خودم فکر کردم نکند داشت راست میگفت و من دچار سوء تفاهم شده بودم. بیرون دوباره قفل را بستم و پروانه ها را داخل زندانی کردم. فوق‌العاده به نظر می رسید که این همه مدت در چنین شرایط غیر قابل سکونت و دشواری زنده مانده بودند. اما همینطور که به سمت ورودی خانه می رفتم به خودم و جیک فکر کردم و متوجه شدم برای ما هم همین اتفاق افتاده. هرچه باشد پروانه ها چاره دیگری نداشتند. این کاری بود که موجودات می کردند. حتی در سخت ترین شرایط به زندگی ادامه می دادند.
فصل 15. اتاق کوچکی بود، اما به خاطر اینکه همه سطوح به رنگ سفید در آمده بودند، حس فضایی بی پایان را القا می کرد. جایی بدون دیوار، یا شاید هم جایی فراتر از زمان و فضا. پیت همیشه تصور می کرد برای کسانی که از طریق دوربین مداربسته این اتاق را تماشا می کنند باید شبیه صحنه‌ای از فیلم‌های علمی تخیلی باشد. یکی از آنهایی که کسی در محیطی خالی و بی‌نهایت نشسته و باید دور و اطرافش به صورت مجازی ساخته شود. نوک انگشتانش را روی میزی کشید که اتاق را کاملا به دو نیم تقسیم کرده بود. صدای آرامی بلند شد. همه چیز تمیز، براق و بهداشتی به نظر می رسید و بعد دوباره اتاق در سکوت مطلق فرو رفت. منتظر ماند. وقتی قرار است با چیز وحشتناکی روبرو شوی، بهتر است هرچه زودتر اتفاق بیفتد. هر چقدر هم که وحشتناک باشد، بالاخره باید پیش بیاید و زودتر مواجه شدن با آن این حس را دارد که مدام در ذهنت تصورش نمی کنی. فرانک کارتر به خوبی از این موضوع آگاه بود. پیت از زمان زندانی شدنش حداقل سالی یک بار به ملاقاتش می آمد و آن مرد پیت را حسابی منتظر می گذاشت. در سلولش وقت کشی می کرد. یک سری اتفاقات از پیش طراحی شده. نوعی اعلام موضع از در دست داشتن کنترل موقعیت بود. مشخص کردن اینکه کدام یک از آن دو نفر مسئول این گفتگو است. این حقیقت که پیت کسی بود که بعد از گفتگو زندان را ترک می کرد می بایست برایش اطمینان بخش باشد. اما هیچ وقت این گونه نبود. او برای کارتر چیزی جز حواس پرتی و سرگرمی نبود. فقط یکی از آنها بود که چیزی را که می‌خواست دست آن یکی بود و هر دویشان این را خوب می‌دانستند. برای همین پیت مثل یک پسر خوب منتظر ماند. چند دقیقه بعد قفل در آن سوی میز باز شد و دو نگهبان زندان وارد شدند و در دو طرف در جای گرفتند. ورودی همچنان خالی بود. مثل همیشه هیولا داشت برای آمدن لفت میداد. حس ناخوشایند همیشگی لحظه ورودش همه جا را پر کرد. تندتر شدن ضربان. خیلی وقت پیش پیت تصمیم گرفت دیگر سوالی برای این ملاقات ها طراحی نکند، چون به محض ورودش کلمات از ذهنش رخت برمی بستند و می رفتند، درست مثل پرنده های وحشت زده ای از روی درخت. اما تلاش کرد تمام احساسات را از چهرهش بزداید و تا جایی که ممکن بود آرام به نظر برسد. نیمه بالای بدنش از ورزش امروز صبح حسابی درد می کرد. بالاخره سر و کله کارتر پیدا شد. لباس یک سره‌ای به رنگ آبی کمرنگ به تن داشت و دستها و پاهایش به هم زنجیر شده بودند. با این حال هنوز همان سر تراشیده و ریش پرفرفری نارنجی را داشت. مثل همیشه در حالی که اصلا نیازی نبود سرش را کمی پایین آورد. با قد 195 سانتی متر و وزنی نزدیک به 130 کیلوگرم کارتر مرد گنده‌ای به حساب می آمد. اما اگر فرصتی پیش می آمد تا خودش را بزرگتر هم نشان دهد، هیچ وقت از آن دریغ نمی کرد. دو نگهبان دیگر به همراهش وارد شدند. او را تا صندلی‌اش در آن سوی میز مشایعت کردند و بعد هر 4 نگهبان رفتند و پیت را با کارتر تنها گذاشتند. به نظر پیت بسته شدن در آن سوی اتاق یکی از بلندترین صداهایی بود که او به عمرش شنیده بود. کارتر با سرخوشی به او خیره ماند. صبحت بخیر پیت. پیت گفت چطوری فرانک؟ خوب به نظر میای. خوب زندگی میکنم. ضربه‌ای به شکمش زد. زنجیرهایی که به دستش بودند صدایی کردند. واقعا خیلی خوب زندگی میکنم.
پیت سرش را تکان داد. هر بار که به ملاقات می آمد از این تعجب می کرد که کارتر نه تنها داشت دوران زندانش را سپری می کرد بلکه از آن لذت هم می برد. انگار بیشتر وقتش را در باشگاه بدنسازی زندان می گذراند و هرچند از لحاظ بدنی به قدرت و هیبت زبان دستگیریش بود انکار هم نمی شد کرد که گذراندن سالها در زندان بعضی جنبه‌های او را نرمتر کرده بود. راحت به نظر می رسید. جوری با پاهای باز نشسته بود و یک بازوی عضلانیش را روی دسته صندلی گذاشته بود که انگار پادشاه است. روی تختش لم داده و دارد با یکی از خدمه‌اش ملاقات می کند. بیرون از این دیوارها کارتر حیوانی وحشی، خطرناک و در جنگ با دنیا بود، اما زندانی شدنش با آن شهرت باعث شده بود برای خودش دار و دسته و مریدانی دست و پا کند و به نظر می رسید بالاخره به نقطه‌ای رسیده که می تواند دیگر آرام باشد. کارتر گفت: تو هم خوب به نظر میرسی پیتر. خوب میخوری. میبینم هیکلت رو هم که خوب نگه داشتی. خانوادت چطورن؟ پیت گفت: نمیدونم خانواده تو چطورن؟ با این جمله شور و اشتیاق از چشمان کارتر خارج شد. به این مرسی خنک زدن اشتباه بزرگی بود، اما با این حال چیزی بود که نمیشد در برابرش مقاومت کرد و همسر و پسر کارتر هدف آسانی محسوب می شدند. پیت هنوز چهره کارتر را وقتی داشت به شهادت جین کارتر از طریق ویدئو کنفرانس گوش میداد به یاد داشت. مردک فکر میکرد آن زن وحشت‌زده تر و داغانتر از آن است که علیه او شود، اما در نهایت این اتفاق افتاده بود. آن زن به پیت اجازه داده بود دیوار کاذب خانه را پیدا کند و تمام شهادت‌های قبلیش را که برای همسرش داده بود پس گرفته بود. حالت چهره آن روزش بی شباهت به حالت چهره حالایش نبود. هرچقدر هم که کارتر اینجا راحت بود هرگز نفرتش به خانواده اش کمرنگ نشده بود. ناگهان به جلو خم شد. گفت: میدونی دیشب یه خواب خارق‌العاده دیدم. پیت لبخندی زورکی نثارش کرد. واقعا خدای من فرانک، منتظر نیستم دلم بخواد بشنومش. وای نه، باور کن که دلت میخواد. کارتر به عقب تکیه داد و بعد به خودش خندید. واقعا دلت میخواد چون اون پسر هم توش بود. میدونی که نه، همون اسمی تو میگم. اولش که خواب میدیدم مطمئن نبودم خودشه، چون تمام اون عوضیای کوچک عین همه. نه، فرقی هم با هم ندارن. تازه تیشرتش هم کشیده شده بود روی صورتش، برای همین نمیتونستم درست حسابی ببینمش. البته خودم اینجوری دوستشون داشتم، اما خودش بود، چون میدونی یادم چی تنش بود مگه نه؟ شلوار پیاده روی آبی رنگ، تیشرت آستین کوتاه مشکی. پیت هیچ حرفی نزد. کارتر گفت: و یه نفری هم داشت گریه میکرد، اما اون نبود. خب هرچی بود معلوم بود از گریه کردن و عرض زدنش دیگه خسته شده و دیگه خیلی گذشته. دیگه اون بخش رو تموم کرده بود و خب این صدا هم از یکی از گوشه ها می اومد. برای همین سرم رو برگردوندم و دیدم جفتشون اونجان، مامان و باباه. اونا دیده بودن که چه بلایی سر پسرشون آوردم و داشتن حق حق می کردن. با تمام امیدها و رویاهایشون دیده بودن چه کارا کردم. اخ می کرد. یادت اسمشون چی بود؟ پیت باز هم چیزی نگفت. آها یادم اومد. آره، میرندا و والن. نه میرندا و آلن. کارتر خودش را با سر تایید کرد. یادم اومد
اونا هم توی دادگاه بودن نه؟ تو کنارشون نشسته بودی؟ آره. درسته. کارتر لبخندی از آن سوی میز زد و ادامه داد: خب اون دوستمه مگه نه؟ باید سعیمو بکنم که بهش کمک کنم. برای همین با احتیاط و به آرومی برگشتم و سعی کردم بفهمم من و اون پسر کجاییم، چون میدونی که من هیچ وقت نتونستم بیارم که اونو کجا گذاشتم. نه نگفتی. اما بعدش یه اتفاق عجیب و غریبی افتاد. واقعا؟ واقعا عجیب و غریب. میدونی یا میخوای بدونی که چی؟ پیت گفت: میدونم، از خواب بیدار شدی. کارتر سرش را به عقب تکیه داد و زد زیر خنده به بهترین شکلی که از او برمی آمد. شروع کرد به دست زدن. موقع دست زدنش زنجیرها صدا می کردند. وقتی نمایشش تمام شد و دوباره شروع به صحبت کرد، صدایش به اندازه طبیعی بلند بود و در چشمانش آن شعله آشنا می درخشید. تو منو زیادی خوب میشناسی پیتر. چه میدونم کی هستی؟ همون پیتر. آره بیدار شدم، اما خیلی حیف شد نه؟ به نظرم تو میرندا و آلن باید یه کم دیگه به اشک و زاریاتون ادامه بدین. پیت حاضر نبود این طعمه را بگیرد و گول بخورد. گفت: کسی دیگه ای هم تو خوابت بود؟ کس دیگه ای؟ مثلا کی؟ نمیدونم، کسی دیگه ای که باهات باشه، مثلا بهت کمک کنه. به نسبت هدفی که دنبال میکرد این حرکت زیاد هوشمندانه نبود، اما مثل همیشه عکس‌العمل‌های کارتر را با دقت زیر نظر داشت. در زمینه همدستی احتمالی کارتر همیشه خوب بازی میکرد، بعضی وقتها با ذوق زدگی، بعضی وقتها بی‌علاقه، اما هیچ وقت این موضوع را که کس دیگری هم در قتل‌ها نقش داشته تایید یا تکذیب نکرده بود. این بار لبخندی زد، اما عکس‌العملش متفاوت از همیشه بود. امروز عکس‌العملش جنبه دیگری هم داشت. میدونه که چرا اینجام. کارتر گفت: مونده بودم چقدر طول میکشه که بیای منو ببینی. از وقتی اون پسر گم شد و این حرفا تعجب میکنم که چرا اینقدر لفتش دادی مرد. خب من همون موقع ازت خواستم و قبول نکردی، یادته که؟ کارتر با خشمی تصنعی گفت: چی؟ دیدن دوست خوبم پیتر رد کنم؟ عمرن اگه این کارو بکنم. به نظرم درخواست تو به هم نرسوندن. یه اشکال اداری بوده ها. اونا به هیچ دردی نمیخورن پیت زورکی شانه‌ای بالا انداخت. اشکالی نداره فرانک، در واقع ملاقات با تو اولویتی نداشته. الان خیلی وقته که توی زندونی، برای همین میشه راحت گفت که توی این قضیه اصلا تو مظنون به حساب نمیای. خنده به لب آن مرد برگشت. من نه، درسته، اما همیشه به من برمیگرده. نه، همیشه همون جایی تموم میشه که شروع شده. منظور چیه؟ منظورم همینه. پس حالا اومدی ازم چی بپرسه؟ توی خوابت فرانک بهت که گفتم کسی دیگه ای هم باهات بود؟ شاید میدونی که خوابها چجورین. آدم زود یادش میره نه؟ برای لحظه ای کارتر را خیره نگاه کرد و ارزیابیش کرد. برای کارتر آسان بود که ماجرای ناپدید شدن نیل اسپنسر را بفهمد. کل اخبار و روزنامه ها به او اختصاص داشتند، اما آیا کارتر چیز دیگری هم می‌دانست؟ مشخص بود که لذت می‌برد
چنین چیزی را وانمود کند، اما به آن معنا نبود که واقعا چیزی می‌داند. به راحتی می‌توانست بازی قدرت دیگری برای او باشد، راه دیگری برای اینکه خودش را بزرگتر و مهمتر از آن چیزی نشان دهد که بود. پیت گفت: پسر، خیلی چیزا زود فراموش میشن. یکیش همین شهرت و بدنامی توه. اینجا نه پیت. اما توی دنیای بیرون از اینجا اینطوریه. آدما بالکل تو رو یادشون رفته. مطمئن نیستم که این حرف حقیقت داشته باشه. خودت میدونی که الان دیگه خیلی وقت مطلبی ازت توی روزنامه‌ها چاپ نمیشه. دیگه به گذشته تعلق داری. حتی اونم نه. در واقع این پسر کوچولو همونطوری که گفتی چند ماه پیش گم شده و میدونی چند تا روزنامه بهت اشاره کردن؟ نمیدونم پیتر، چطوره تا بهم بگی؟ هیچی پسر، هیچ کس به تو اشاره نکرد. هاها، شاید بهتر باشه اجازه بدم که اون دانشجو و روزنامه‌نگارهایی که ازم وقت مصاحبه میخوان بیان. نه، ممکنه این کار رو بکنم. لبخندی زد و پیت متوجه پوچی و بیهودگی این موقعیت شد. او خودش را به خاطر هیچی درگیر این مسئله کرده بود. کارتر هیچ چیزی نمیدانست و این ملاقات هم مثل باقی ملاقات‌ها به پایان می رسید. پیت به خوبی هرچه تمامتر می دانست که بعد از این ملاقات چه بلایی به سرش خواهد آمد. جوری که کارتر حرف می زد تمام خاطرات گذشته به سراغش می آمدند. بعداً هوس و نیاز باز کردن آن کابینت آشپزخانه قوی تر و بیشتر از همیشه می شد. آره، شاید بهتر باشه این کار رو بکنی. بلند شد. پشتش را به کارتر کرد و دور شد. خداحافظ فرانک. ممکنه نجواها براشون جذاب باشه. پیت که یک دستش به در بود متوقف شد. لرزه‌ای پشتش را طی کرد و تا دستانش رسید. نجواها. نیل اسپنسر به مادرش درباره هیولایی گفته بود که بیرون از پنجره نجوا می‌کرد، اما این وجه پرونده از گم شدن آن پسر هرگز به گوش عموم نرسیده بود و پایش به روزنامه‌ها باز نشده بود. البته هنوز ممکن بود تیری در تاریکی باشد، اما کارتر این برگ را پیروزمندانه بازی کرده بود، درست مثل یک برگ برنده. پیت به آرامی چرخید. کارتر هنوز با خونسردی تمام روی صندلیاش نشسته بود. حالا چهرهش از خود راضی به نظر می آمد. آنقدری طعمه به قلاب زده بود که ماهیش را از دور شدن منصرف کند. ناگهان پیت هم مطمئن شد که این ارجاع به نجواها از روی هوا نبوده است. یک جورهایی این عوضی از ماجرا خبر داشت. اما چگونه؟ در حال حاضر بیشتر از قبل باید آرامشش را حفظ می کرد. کارتر از احساس نیاز در طرف مقابلش تغذیه می کرد و حالا مشخص بود که به اندازه کافی اطلاعات دارد که بازیش را شروع کند. ممکن بود نجواها براشون جذاب باشه. منظورت از این حرف چیه فرانک؟ خب اون پسر کوچولو بیرون از پنجرش یه هیولا دیده، نه؟ هیولایی که باهاش حرف میزده. کارتر دوباره به جلو خم شد. خیلی خیلی آروم حرف میزده. پیت سعی کرد جلوی استیصالش را بگیرد، اما دیگر دیر شده بود و این حس داشت درون وجودش پا می گرفت. کارتر یک چیزهایی می دانست و آن پسر بچه گم شده بود. آنها باید پیدایش می کردند. گفت: تو از کجا درباره نجواها می دونی؟ آها، این خیلی گفتنیه. خب پس بهم بگو.
کارتر لبخندی زد. چهره مردی که چیزی جز درد و رنج دیگران برای به دست آوردن ندارد گفت: بهت میگم، اما قبلش باید یه چیزی رو بهم بدی که میخوام. و اون چیه؟ کارتر به صندلی تکیه داد. آن حس سرخوشی دیگر در چهرهش نبود. برای لحظه‌ای چشمانش خالی از احساس شدند و بعد آتش تنفر میانشان شعله کشید، درست مثل دو شراره آتش. گفت: خونوادم رو بیار پیشم. خونوادت؟ اون زن هرزه و اون بچه عوضی، اونا رو بیار و 5 دقیقه وقت بهم بده. فقط همین. پیت او را خیره نگاه کرد. بعد لحظه‌ای مدهوش دیوانگی و خشمی شد که آن سوی میز جریان داشت. بعد کارتر سرش را عقب داد. صدای زنجیر که روی مچ دستانش بود بلند شد و سکوت محض اتاق با خنده‌هایش شکست و شکست و شکست. فصل 16. بهش 5 دقیقه با خانواده سابقش وقت بدیم به نظرت؟ آماندا کمی فکر کرد و بعد ادامه داد: اصلاً همچین کاری شدنی هست؟ اما بعد قیافه پیت را دید. البته که داشتم شوخی میکردم. میدونم. پیت روی صندلی‌اش که جلوی میز آماندا بود فرو رفت و چشمانش را بست. برای لحظه‌ای آماندا او را نگاه کرد. به نظر می‌رسید در مقایسه با اولین جلسه‌ای که درباره گم شدن نیل اسپنسر گذاشته بودند، پیت آب رفته بود. آماندا پیت را زیاد خوب نمی‌شناخت. معلوم بود و در طول 2 ماه گذشته مراوداتشان چیزی فراتر از سلام علیک معمول نبود. اما به نظر آماندا پیت خب مردی بود که کنترل احساساتش را در اختیار داشت و مشخص بود وضعیت فیزیکی فوق‌العاده‌ای هم به نسبت سنش دارد. آرام و توانمند. در جریان صحبت‌هایشان درباره پرونده قدیمی پیت حتی 1 کلمه اضافه هم نگفته بود و موقع نشان دادن عکس‌هایی که از داخل اتاق پشت دیوار کاذب خانه فرانک کارتر گرفته شده بود بی احساس و بی تفاوت به نظر می رسید. صحنه‌های وحشتناکی که خود پیت به چشم دیده بود، در واقع این موضوع برای آماندا کمی ترسناک بود. باعث شده بود نگران رفتار و احساساتش در طول این مدت شود، چه برسد به اینکه کار بخواهد به جاهای باریکتری هم بکشد و خبرهای بد پیدایشان شوند. اونجا نمیرسه. پلیس‌های منطقی به راحتی از این چیزها می‌گذشتند. رئیس پلیس لاینز از آن دسته بود. آماندا این را مطمئن بود، چرا که این تنها راه بالا رفتن از پله‌های ترقی است. بالا رفتن با کمترین وزن ممکن روی دوش. قبل از گم شدن نیل اسپنسر، آماندا فکر می‌کرد او هم این گونه است، اما دیگران قدرها مطمئن نبود. اگر در ابتدا فکر کرده بود پیت بی تفاوت و آرام است، حالا نگاه کردن به او باعث می شد آن برداشت اولیه را دوباره ارزیابی کند. با خودش فکر کرد این مرد فقط در دور نگه داشتن دنیا از خودش خوب است و فرانک کارتر کسی است که می تواند از بقیه به او نزدیکتر شود. با توجه به گذشته‌ای که با هم داشتند، این موضوع زیاد هم تعجب برانگیز نبود و این حقیقت هم که یکی از قربانیان کارتر هرگز پیدا نشده بود، بچه‌ای که زمان تحقیقات پیت گم شده بود، کمکی که به این موضوع نمی‌کرد، هیچ اوضاع را بدتر هم می‌کرد.
آماندا نگاهی به صفحه کامپیوترش انداخت و عکس آشنای نیل اسپنسر را در لباس فوتبالش دید. غیبت این پسر باعث درد عمیقی درون او میشد و مهم نبود آماندا چقدر تلاش کند که به این موضوع فکر نکند. این احساس هر روز بدتر و بدتر میشد. نمیتوانست حتی تصورش را بکند که این احساس بعد از 20 سال چگونه خواهد شد. آماندا اصلا دلش نمیخواست مثل مردی شود که حالا روبروی او نشسته بود. به اونجا نمیرسه. گفت پیت، یه بار دیگه از اون نظریه همدستش برام میگی؟ پیت چشمانش را باز کرد و گفت آماندا، واقعا چیز زیادی وجود نداره. یه شهادتی داشتیم از یه پیرمرد با موهای سفید که با تونی اسمیت صحبت کرده بود که اصلا با مشخصات کارتر جور در نمی اومده. بعدش زمان چند تا از بچه دزدیا با موقعیت مکانی کارتر توی اون زمان زیاد جور نبوده. خب یعنی میگی که تقریبا چیزای غیر قابل اثبات، درسته؟ میدونم آماندا، بعضیا دلشون میخواد چیزها پیچیده‌تر از اون چیزی باشن که واقعا هستن. خب براش ممکن بوده که این جنایت ها رو تنهایی انجام داده باشه. نظریه تئوکام اینو میگه، درسته؟ پیت دستی به موهایش کشید. خب من نظریه اوکام رو بلدم. در توضیح بخش‌های ناضروری را حذف کن. ساده ترین جوابی که به تمام حقایق موجود بخوره جواب درسته. دقیقاً. و این کاری که ما اینجا میکنیم، نه؟ فرد مد نظر رو میگیریم، ثابت میکنیم این کار رو کرده و این برامون کافیه. برای همین یه بند میپیچیم دور پرونده تحقیقات، میکنیمش توی بایگانی و به زندگی ادامه میدیم. پرونده بسته میشه، کار تموم میشه، میریم سراغ بعدی. دوباره به لاینز فکر کرد درباره بالا رفتن از پله‌های ترقی. آماندا گفت خب چون این کاریه که مجبوریم انجام بدیم. پیت سرش را به نشانه نفی تکان داد. اما بعضی وقتها این کافی نیست. بعضی وقتها چیزایی که ساده به نظر میرسن خیلی پیچیده هستند و اتفاقهای اضافه اون وسط گم میشه. آماندا گفت و اون اتفاقات اضافه توی این پرونده میتونه کسی باشه که مرتکب قتل شده اما دستگیر نشده، درسته؟ کی میدونه؟ من تمام تلاشمو کردم که تو این سالها بهش فکر نکنم. خب تو کار عاقلانه‌ای کردی پیت. اما حالا نیل اسپنسر رو داریم، نجوه‌های یه هیولا رو داریم و فرانک کارتر لعنتی رو داریم که همینجور اونجا نشسته و معلومه یه چیزایی در این مورد میدونه. آماندا منتظر ماند. پیت گفت و من اصلا نمیدونم چه کاری ازم برمیاد. کارتر هیچی به ما نمیگه و ما تمام دوستا و همکارهای احتمالش رو 100 بار بازجویی کردیم. کار هیچ کدومشون هم نیست. آماندا کمی درباره‌اش فکر کرد. خب یه تقلیدکار که میخواد ادای اونو در بیاره؟ احتمالش هست، اما کارتر توی اون اتاق از روی حدس و تردید حرف نمیزد. هیچ وقت جریان نجواها به رسانه ها باز نشد و با این حال اون دربارشون میدونست. هیچ ملاقاتی به جز من نداشته. تمام نامه‌نگاری هاشم کنترل شده بودن. پس از کجا میدونه؟ ناگهان عصبانیتش آنقدر شدید شد که آماندا از اینکه با دست روی میز نکوبید تعجب کرد. به جایش سرش را دوباره تکان داد و به سمت دیگری خیره شد. آماندا با خودش فکر کرد حداقل این اتفاق باعث شده آن مرد کمی به زندگی برگردد. این اتفاق خوبی بود. لعنت به آرامش. آماندا معتقد بود خشم انگیزه خوبی است و زمانهایی پیش می آمدن که شما به چیزی برای ادامه دادن احتیاج داشتید و خشم می توانست آن چیز باشد. در عین حال می توانست حدس بزند که بخش بزرگی از خشم پیت به درونش سرازیر شده.
و اینکه پیت خودش را برای ناتوانی در بیرون کشیدن حقیقت ملامت می کند و این چیز خوبی نبود. به همان اندازه آماندا معتقد بود که احساس گناه حس به درد نخور و بیخودی است. اگر بگذاری احساس گناه کنترلت را به دست بگیرد، این احساس لعنتی هرگز رعایت نخواهد کرد. آماندا گفت کارتر هیچ وقت کمکمون نمیکنه، حداقل نه با اراده خودش. نه. اون خوابی که درباره تونی دیده بود. پیت با دستش این فکر را پس زد. اون کار همیشگیشه. همش رو قبلا شنیدم. شک ندارم که اون تونی را کشته و دقیقا میدونم همون جایی که ولش کرده، اما هیچ وقت نمیگه کجا، نه تا وقتی که ازش به عنوان طعمه‌ای بالای سرمون استفاده میکنه. طعمه‌ای بالای سر من. حالا برای آماندا مشخص شد که رفتن و دیدن کارتر چقدر برای پیت سخت است، اما با اینکه این کار به نظر پیت سخت و طاقت فرسا می رسید، او به ملاقات می رفت. با این حال به این احساس بد و وحشتناک تن می داد، چون پیدا کردن تونی اسمیت برای او اهمیت زیادی داشت. اما حالا کارتر بازی جدیدی پیدا کرده بود و آنها در حال حاضر باید روی این بازی تمرکز می کردند. در حالی که پریشانی پیت را درک می کرد، حقیقت این بود که تونی اسمیت سالها پیش مرده بود، اما هنوز احتمال داشت نیل اسپنسر زنده باشد. حتما زنده بود. آماندا گفت خب حالا یه طعمه جدید بالای سرمون داره، اما یه چیزی رو یادت باشه، تو گفتی که به ملاقاتش رفتی تا اتفاقی یا یه چیزی رو لو بده، درسته؟ خب آره، که چی؟ خب این کارو کرده، یه چیزایی میدونه، مگه نه؟ از راه سحر و جادو که نفهمیده، برای همین الان باید بفهمیم که از کجا فهمیده. وقتی پیت جوابی نداد، آماندا با خودش فکر کرد. نه ملاقات کننده ای، نه نامه‌نگاری کنترل نشده ای. آماندا گفت خب دوستای داخل زندانش چطور؟ اون احمق خیلی دوست داره. یه جورایی خیلی تعجب برانگیزه، به خاطر برچسب بچه دزدیش و این چیزا میگم. به هیچ کدوم از قتل‌ها موضوع جنسی مطرح نبوده که همین هم یه کمی کمکش کرده و از لحاظ هیکل هم هنوز یه هیولایی واسه خودش. تازه معرفتش هم هست، اون خیلی معروفه. همون مزخرفاتی که درباره لقب نجواگر رو اینا میگن، اونجا واسه خودش امپراتوری به هم زده. خیلی خوب، اما به کدامشون از همه نزدیکتره؟ من اصلا نمیدونم. آماندا به جلو خم شد. اما میتونیم بفهمیم، درسته؟ شاید اطلاعات رو از یه نفر دیگه گرفته، نه؟ یکی که اومده ملاقات یکی از دوستاش. دوستش به کارتر میگه، کارترم به تو. پیت کمی به این موضوع فکر کرد. لحظه ای بعد از دست خودش عصبانی بود که چرا به فکر خودش نرسیده. آماندا کمی احساس غرور میکرد. نه اینکه نیازی داشته باشد تا خودش را به پیت ثابت کند. معلوم است که این گونه نبود. آماندا فقط نیاز داشت که به او انگیزه بدهد یا حداقل وادارش کند تا جوری قدم بردارد که اینقدر زخمایش نمایان نباشند. پیت ایستاد. آره، این فکر خوبیه. خب پس انجامش بده. بعد از این حرف آماندا کمی مکث کرد. نه اینکه من در جایگاهی باشم که بخوام بهت بگم که چیکار کنی ها، اما این میتونه پرونده رو پیش ببره، نه؟ البته اگه وقتشو داشته باشی. من وقت دارم. اما پیت دم در متوقف شد. گفت یه چیزی دیگه هم هست. تو گفتی که کارتر یه چیزی رو داده. این که یه جورایی درباره نجواها میدونه. درسته؟ اما مسئله زمانبندیش هم هست. الان 2 ماه شده توی این مدت اون نمیخواسته منو ببینه. تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده بود، اما حالا یهو نظرش رو عوض کرده و دلش خواسته منو ببینه. خب پیت، منظور چیه؟ مطمئن نیستم، اما شاید بهتر باشه خودمون رو برای دلیلش آماده کنیم.
چند لحظه طول کشید تا آماندا منظوری را که پیت سعی داشت برساند بگیرد و بعد دوباره نگاهی به عکس نیل اسپنسر انداخت. اصلا دلش نمیخواست درباره این امکان فکر کند. به اونجا نمیرسه. اما حق با پیت بود. 2 ماه گذشته بود و کوچکترین پیشرفتی در پرونده حاصل نشده بود. شاید تصمیم کارتر برای صحبت کردن با پیت به این معنا بود که خبرهایی در راه است.